سیاه، نظرت راجع به وضعیت الان مردم، این شرایط چیه؟ بذار یه داستان واسه تعریف کنم. حاکم یه شهری مردم رو خیلی اذیت میکرده. مردم اصلا اعتراض نمیکرد. یه روز به وزیرش میگه که ببین ما همه چی رو امتحان کردیم ولی مردم اعتراض نکردن، چیزی نمیگن. وزیر میگه که بیا یه کاری بکنیم که دیگه صداشون در بیاد همه. حاکم میگه چیکار کنیم؟ میگه که وزیره میگه که بیا تو ورودی شهر هر کی که میخواد بره بیرون یا هر کی که میخواد بیاد تو ترتیبشو بدیم. حاکم میگه اینم خوبه، انجامش بدیم. یه 2-3 روز میگذره، وزیر با خوشحالی میاد که مردم دارن اعتراض میکنن. یه خب چی میگن؟ میگن که ما که حالا داریم میدیم، تعداد این بکونا رو زیاد کنید، ما اینقدر تو صف وای نسیم. این الان وضعیت ماست. برق میره، فقط میگیم بگید کی میبرید. آب قطعه، فقط بگید کی قطع. اینترنت قطعه، تو رو خدا بگید کی قطع. این